بس قربوا هذا شوفوا مارک سوم هیجان به اوج خودش میرسه. بریم سراغ تمام این حلقه‌هاتون با مسئولهایی که سر این صحنه فقط نکته‌ای که هست تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. خواهشاً لطفاً تأکیداً ایده‌های محترم مخصوص نکنید. همراهان خودتون رو زودتر از موقع داخل صندلی‌ها بلند نکنید. ما هم دستش بسید شما یه سورپرایز داریم تا من خداحافظی نکنم این برنامه رو داریم. ضمناً نگران این که صحبت‌های ما رو متوجه نمی‌شید نباشید چون برنامه دو فیلم یک وقت هست و قراره که کلی افراد خوشگل رو ببینید. معقوله؟ نیاز به انرژی ما بود انرژی‌های دوستان که برای این دلفین‌ها و همکاران من خرج شد. اگر آمادگی دارید برنامه رو با هم پیش‌بینی کنیم من قراره یه اتفاق بزرگم با شما ثبت کنم. قراره یه کار خیلی بزرگ با هم انجام بدم. حالا بهترینش بهتون میگم. الان باید دعوت کنم از همکاران رو جزیره بیان. پس یه سود و جیب باحال رو براشون خرج کنیم. دستا برید بالا. با خروج هر دلفین یعنی هر دلفین که از سطح آب اومد بالا یه فریاد یه موی بلند میخواد. اولین فریاد به ابتدای تیما فریاد بلندتر واسه دنی مادر مادری و سرتاسر دنیا. بریم توفانی برنامه شروع کنیم. خواهش میکنم فارسی زبان‌ها فردا رو انرژی رو خرج کنم یه دوستان که ایران برن یاد بگیرن. با استارت اصلی برنامه شروع کنیم. میریم به سمت راست. اون سنگ گوشه سخت رو ملاحظه کنیم. مایه مشکل دوست داشتنی به عنوان کوچولوترین عضو این خانواده میره زنگ آغازین این برنامه رو به صدا در بیاره. بعد از شنیدن صدا زنگ میتونیم بفریم کنیم. یه سوروزی به ما آماده این استارت کنیم. هرشا بلندتر فریادا بیشتر با اولش یک انفجار فریادا بیشتر یکی دیگه ماشاءالله. خب دیواره رو دیدنده باشید به محضی که دلفین کوچولو رو از اون دیواره همراهی دنی میدید فریاده خوبتون رو خرج کنید. فریادا بالا. بریم حرکت چپ بشی از تیما ببینیم. از سمت چپ
Lirik say. میگه سود میخواد. سود چی؟ سود بلبلی. سود بلبلی بزن. تو که میگه زاهد تو بزن. بچه ها تو بزن. منم بلد نیستم. کی بلده؟ دنی فرماس جان ایمان یک میشه بلبلی بزنه. دنی یه لحظه بایستا. نزن شما بزن. شدم که بچه هول شده. این سود بلبلی نبود، سود بلبلی بزن. سود بچه هم خواهد است. خورو نزن الان نارمونه شارش گریه میکنه. من گریهشی نرو بردم. بابا بستم با آدم ما جمع میشه این جمعه چی آقا جانم مردش کنه؟ دلش در میارم چطوری؟ کادو میخرم براش. چی دوست داره؟ خودت میگی چی دوست داری؟ بابا اونو که نمیتونه برات بگیرم. چی میخواد نگه؟ یه موتور گازی میخوام. تو موتور بازی میخواد. ilgili. شوية الموتور قبل شوية طلع صوت الموتور قال غاز جو شو اسمه غاز جو نبض ايش تشتغل قال غاز يسوي Des sûr. Ouais. خدا وکیلی باید است. بده من قشنگه رو.
موزیک داری مگه؟ حمید رو داری با توجه فرما دست نمیزنم. آقا حمید موزیک رو بیاد دستم میزنم بریم نقص دلفینار ببینیم برو ببینم چه خبره. شما اینقدر انرژی خوبه که بعد نیست داریم به تماشای قدرت‌نمایی خدا و هنر بی‌نظیر مانلی بشید. واقعا حضورشون که زیر تعجب نکنید. چرا که دلفین هم دستگاه تنفسیش مثل ماست. روی سطح آب نفس می‌کشن. چیزی که عجیبه کاغذ روبرویی داره اتفاق میفته. یک موجود استثنایی از اعماق اقیانوس‌ها بدون داشتن دست داره وسطتون نقاشی می‌کشه. وقتی اولین بار این اتفاق توی این مجموعه افتاد تیتر خبری تمام شبکه‌های خبری کل جهان شد و رفته به تمام نشریات تو کل دنیا ارزش‌های بیشماری از جمله کلکسیونی بودن آثار هنری بخشید. امروز هم داره براتون شگفتی می‌آفرینه. یک نقاشی زیبا که از هر زاویه بهش نگاه کنید قطعاً قدرت‌نمایی خدا رو به نمایش می‌ذاره. جذابیت این نقاشی اینجاست که هر جای دنیا که نمایش داده باشه به دلیل اون نقاشی دنیا باید نام خلیج همیشگی فارس ما رو بشنوه. پس به افتخارش دست خیلی با انرژی بزنید. این تابلو خوش میشه، پاک میشه، از همه نزدیک میرم پایین یک کار بزرگ فرار باش انجام بده. اما قبل از هر اتفاقی سجاد دستش کمک کنه مانگی بشکنید. یه دست دیگه برای بچه‌مون بزنید در ماهه. بریم آواز خوندنشون هم بشنویم. آواز خوندنشون معنی به سکوت کامل شما سکوت کنید، آوازشون رو بشنویم. بعد از آواز دلفین شما که باید انرژی بزنید. بریم با هم بشنویم. سود و جیب شما رو میخوام. ما سوج ماه عسلی داریم بین شما، عرضتوها تازه داریم. یک دکتر تازه دار چه مدته ازدواج کردیم؟ 3 ماه یا 3 روز؟ 3 ماه 2 هفته شما یه ماه شما کمتر شما با خانه باشه بیا پایین یه هفته ای باشه بیا تو خانه کجاست دستا بودی ما دارم برای از سومن رو یه دست بزنید لطفا.
نگاه تو مرکزیت استاد. آماده باشید. من فریاد بی‌نظیر میخوام. بریم دنبال اولیگی. فریادا. نگاهتون بدین سمت راست با تیمان بدنی. فریادا چرا فریاد نمیزنیم؟ دلفینامون به عشق خداوند متعال دست بر آسمان میبرن. بریم شنای بارونش رو ببینیم. پالستانا دو دستا بالا. یه فریاد انرژی بخش به همکارا. یه مقداری بستا دوستان فارسی زبان رو یه دست بزنید. قربونتون برم شما که تعدادتون از غیر همزمانهای ما بیشتر شده تا کم انرژی هر وقتی یه برگشتی داریم اینجا دم و بازمش خود شمایید. انرژی بزنید تا اون کسی انرژیشو بهتون برگردید. بچه ها الان دلفینا رو بردن واسه استراحت، اما تا دلفین دیگه همون رو بیارن بچه ها زحمت کشیدن، تابلو رو خوش کردن، آب کردن تا یک کار بزرگ رو با هم